والله اون مرگ گرفته نمیتونه. بنابراین چی پادشاه باشی و چی وزیر، چی ملا باشی و چی ایشان، چی بای باشی و چی کمبغل، چی جوان باشی و چی پیر، چی تاجیر باشی و چی کم فقیر، فرق ندارد. وقت مهلت بود شد، از جانب خدا نماینده می آید و در گوش انسان صدای می زند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وقت همایی که انسان وقتش بود شد، انسان میمیردگی را وقت ساعت و فرصتش تمام شد، ملائکه از جانب پروردگار می بیاد در گوش او این آیت میخواند: بند خداست، تیاری بین، بند خدا آماده شو، بند خدا اکنون لذت دنیا چقدر که استفاده بردی اکنون در دهان تو، در کام تو تلخ میگردد. بنابراین لحاظ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند وقت مرگ می آید خوشترین لذت دنیا در کام انسان تلخ می گردد. بنابراین اگر عزیزان می فرمایند که اگر یک انسان در این روی زمین خدا 1000 سال عمر بیند، در این 1000 سال یگان بار درد سر اقلا نشود، در این 1000 سال اقلا عادی ترین کسل نشود، دندانش درد نکند، گوشم درد نکند، اقلا سر درد نشده باشد مثل فرعون. ندید فرعون کافر درد سر را، حضرت مولای پیرمان میگد، ندید فرعون کافر درد سر را، ندید شدادیانش چشم تر را، به آدم توبه اینا ظلمنا. فرعون کافر در طول همین قصال حکومت داریش یگان بار این متکبر ملعون اقلا درد سر نشده. و ببینید خداوند چقدر او را عزت داده بود. شداد بدبخت اقلا یک بار چشمش تر نشده، یک بار گریه نکرده، خدا او را یگان بار گریان ندر آورده. چنان لذت داشتن در دنیا. حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام بده که از جنت رانده شد و بیرون شد، 500 سال گریه و زاره کرد، گفت که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. 500 سال با این دعا خودش به خدا نزدیک کرد. بنابراین لحاظ هر کی در دنیا چه لذتی داشته، یا انسان اگر 1000 سال در دنیا عمر ببیند که در همین طول عمر 1000 ساله یک بار درد سر نبیند، تمام اسباب شرایط زندگی براش مهیا باشد، صبح دم نماز بامداد در یک سمالیات سوار شود و رود، اگر در دبی چای سحر خورد و سمالیات نو سوار شود برود در امریکا چای نصف روزیش خورد و نصف روزی یک سمالیات دیگر سوار شود در انگلیا یا فرانسه چای بگاهیش خورد، با تمام لذایز دنیا اگر همین منوال 1000 سال زندگی کند، به مجرد که همون لحظه که ملک الموت رو پرو شود این 1000 سالینه لذت در کامش تلخ میگردد. به مجرد دیدن عزرائیل، به مجرد که ملک الموت پشت درش بیاید با 2 تا نمایندش میآید، هر وقت که ملک الموت عزرائیل علی نبینا و علیه السلام برای قبض روح بنده مؤمن یا فاسق می بیاد، 2 تا ملائکه از جانب خدا همراه شد، یکی ملائکه رحمت، دیگر ملائکه عذاب. برای انسان مؤمن، برای انسان مسلمان، برای انسان خداپرست، برای انسان گوینده کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، برای انسان نمازخوان و جمعه خوان و مسجد رو، ملائکه رحمت می آید با همراه عزرائیل. اما برای انسان فاسق و فاجر و کافر و بیدین و منافق، ملائکه پردهشت عذاب می آید که چه حالتی وضعین است. برادران عزیز، بنابراین رسول اکرم گفتن وقت
در خانه هاتان پدرها یا مادرها، ماماها یا باباها میگذرن از دنیا، از مرده اونا نترسه، نگریزه از مرده، رو بالای سر اونها این منظره رو تماشا کنه که امروز این مرد مرد، فردا نوبتی منه، پس فردا نوبتی کسی دیگه است. بنابراین خواهم نخواهم به مرگ مواجه میشیم، خواهم نخواهم به عزرائیل دست به گریبان میشیم، خواهم نخواهم به سراغ من و شما ملک الموت خواهم نخواهم میبیاد. امروز یا فردا یا پس فردا یا پس فردای دیگه است. هر وقت مناسب دید خداوند اون ملک الموت ما را سراغ کرده میبیاد. اگرچه ما از ملک الموت که گرخته نمیتونیم، بالفرض هو تقدیر گرختیم، اگر مباد از ملک الموت اگر در ستاره های آسمان برآمده بجا شویدم، ملک الموت شما را مییابد، شما از چنگال او خلاصی ندارید. بنابراین حضرت مولای پیرمان سید قلندرشاه عجیب این منظره را بیان میکنن. من تبرکان از زبان ایشان میخوانم انشاءالله. حضرت پیرمان میگوید که هر زمان میزند این پیک اجل بر در ما، این صداها نرسد هیچ به گوشی کریما. عزرائیل چنگ به جان میزند ابلیس به ایمان، از پی تابوت سواریم کفن چادری ما. از پی رفتن ما نکنن خیش و تبار، از همه بگذرد و آن پدر و مادر ما. قصر و ایوان به مال و زر خود می نازی، قصر و ایوان به مال و زر خود می نازی. زر و سیم از دیگران خشتی لحد بستر ما. می روی خواب درونی لحدی تاریک و تنگ، می روی خواب درونی لحدی تاریک و تنگ. پر شود خاک در این کاسه فرق سر ما. ای جنون مشکل در پیش تو غافل افسوس، ای جنون مشکل در پیش تو غافل افسوس. تا خبردار شوی بشکند بال و پر ما، تا خبردار شوی بشکند بال و پر ما. بنابراین لحاظ هر سال هر وقتی که شد فرصت که آمد همین منوال رفتن میگیره. اینکه مانند عباد الله فردا با نوبت من، پس فردا با نوبت کسی دیگر است، همطور رفتن است. وقت همایی که پروردگار فرمان صادر میکرده است که بنده من گیره بیای نزد من، ملک الموت برای روح بنده مومن می آید با همراهی نماینده رحمتش از جانب خدا. کار ملک الموت یک چیز است برادر، فقط گرفتن برآوردن روح از بدن است. روح ملک الموت می برارد، بنده مؤمن روحش از بدن جدا میکند، دست ملائکه رحمت میتید. پیش از آن که روحی بنده مؤمن از جسد بیرون شود، پروردگار از بالا فرمان میکند که برای بنده مؤمن من که الان پیش من می آید، براش از بهش هم کفن برید، هم خوشبویی های خوب برید. آنها که روحش از بدن جدا شد، تا اینه که ملاها و قومها این جسد کفن کنن، شما روح از بهش کفن پوشانید و با بهترین خوشبویی های بهش او را معطر و خوشبو کنید. آیسته آیسته روحش به پیش من بیارید. بنابراین وقتی روح بنده مؤمن میبرد، تا زمانی که ما این جسد کفن کنیم و شویم و جنازه کنیم و لحد بریم، روح الکی پیش خدا میرد. در همون کفنی هایی که از بهش فرستاده شد، خوشبویی هایی که از بهش فرستاده شد، او را خوشبوش میکنن، کفن های زیبای بهشتی را میپوشانن. بالا 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 دست ملائکه ها تا نزد خدا میرود. وقت همایی که جسد درون لحد میبریم، بعد جنازه پرسیشی درون قبر که سر شود، پروردگار فرمان میکرد که روح بنده مؤمن دوباره بازگردانید، بره در لحد در جسد گذاره، جسد با روح دوباره در قبر پرسانی کنید.
بنابراین روح بنده مومن آسته آسته با بالای دست ملائکه ها که از بالا باز آمده در جسد داخل میکنند، در درون قبر جسد با روح میپرسند. اگر منافق و کافر و فاسق باشد این منظره براش چگونه است؟ وقت همایی که روح از بدن میکشد، عزرائیل علی نبینا و علیه السلام میگوید از ای روحی پلید، از این جسد بدبوی پلید بیرون شو و به طرف خدای مقتدر و توانات روانه شو، تا اینکه این خدا روحی تو را محاکمه میکند. الان این خدایی که تو به او باور نداشتی، این خدایی که تو را اطاعت و فرمان برداری نمی کردی، انا همون خدا روحی تو را محاکمه میکند. اکنون برو از بدن افلاس این بنده به طرف صاحبت روانه شو. بنابراین روح به طرف اصلش باز میگردد. وقت همایی که میگیرد از جسد بیرون میکند، دستی ملائکه عذاب میتید. ملائکه عذاب توف و لعنت زیاده میکند از بدبویی این روح. همه ملائکه های آسمان این روح، این بدن، این جسد نفرت میکنند، دعای بد میکردند. پروردگار برای این جسد منافق یا کافر یا فاسق کفن از جهنم، از آهنای در آتش سرخ کرده شده، از اون بدبوترین خوشبویی که یعنی به اصطلاح عطرهایی که بوی بد دارد، از خون و زرداب و چرک و افلاسی اون تیار شده است، در جهنم براش فرستاده می شود. از همون استعمالش میکنن، از همون بدنش میشکن. بوی بدش 7 آسمان بالا را بدبو میکند، افلاس میکند. ملائکه در حقش دعای بند، خدا تو را رسوا کند، خدا تو را از این عالم دفع کند، خدا تو را نیست و نابود کند. ای روحی پلید، بوی تو ما را ناخوش کرد، بوی بدی تو ما هم ناراحت کرد. از روی چی؟ از روی به عبادتی و بدبختی. حضرت به دل غایب لسان خدا رحمت کنه اولیای کلام بودن، میگوید که مرده 100 ساله در تابوت هجران بوی گرفت. مرده 100 ساله در تابوت هجران بوی گرفت. مردشوی حسن کجا است که زنده برگورش کند؟ خیلی دوم مصر شعر است لیکن مفهوم و معنای بسیار وزبین داره برادر عزیز. مرده 100 ساله در تابوت هجران بوی گرفت. شما تعجب میکنه که چخیل مرده در درون تابوت بو میگیره. این نیست. مرده گفته انسان میگن، یک انسانی که در طول عمر 100 سال زندگی بکند. مرده 100 ساله انسانی که 100 سال در دنیا زندگی کنه. عمر امت رسول صلی الله علیه وسلم اخیرش 100 برادر عزیز. از 100 اوسو میگذشتگیش کمی در کمه. 110 برو، 120 برو، 1000 یا تنیم تا میرود. باقی مانده این 40 و 50 رفته ایستاده، 40 و 50 رفته ایستاده. لیکن اگر مبادا یه انسان 100 سال در همین زمین زندگی کند، مرده 100 ساله، انسانی که 100 سال زندگی در تابوت هجران، تابوت گفته معنی بدن میگن، تابوت هجران بوی گرفت. چی بوی گرفت؟ روح انسان بوی میگیرد. مرده 100 ساله انسانی که 100 سال در دنیا زندگی کند، خدا را عبادت نکنه، نماز نخونه، روزه نگیره، حلال نخوره، حلال زندگی نکنه، عرق بنوشه، زنا بکنه، دروغ بگویه، غیبت بکنه، آدم بکشه، فلان 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 کارا را بکند. یعنی این یک جسدی بدبوی میشد. 100 سال اگر همین خیلی زندگی کند در تابوت هجران، انا همین در درون بدن همین روح بوی میگیرد. مردشوی حسن کجا است که زنده برگورش کند؟ یعنی حضرت مولا میگه که مردشوی حسن گفته که غساله نمیگه، میگه مردشوی کنی واعظ، کنی داملای حق گو، کنی سخنور سخنگوی که به آیت قرآن، به احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم، به امر معروف به نهی منکر این بدن افلاس بشوه و تازه کنه، دوباره در همین بدنش گذارد. یعنی انسانی که در این طول 100 سال نه امر معروف شنیده، نه امر معروف کرده، حتی شنیدنش هم نمیخواست. بعضی ها حتی شنیدن هم نمیخواد. ما در جامعه داریم در انسانهایی که نمیخواد که امر معروف بشنوه. اگر ما با دیگان واعظ عالم علمای امر معروف بکنن، یا او عقیف مانده، یا او فنتیکه در نظری او، یا او افسانه‌گوی است، یا سفسطه‌گوی هست. حالا که امر معروف نه از منکر وقتی قال الله قال رسول الله میشه، او سخنی خداست و او سخنی رسول خداست. بنابراین شنیدن او فرض و واجب است برگردن چی؟ شنونده ها. بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، همین سخن از زبان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم میگه که مبین که کی میگوید، ببین چی میگوید.
اگر یک کودک نابالغ هم حاضر میگه بخیزه بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، در گردن همه ما واجب است که گوشش کنیم. میگه ما نگاه نظر نمیکنیم که کودک نابالغ است. وقتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه این ملوش از کلام خدا گپ میزنه، بنابراین فرض و واجبه که شما گوشش کنید. شرط نیست که حال چخیلی که حاجی بابا گفتن برای ما شرط نیست عالم بودنش، همین که نماز منا بخونه، امر معروف کرده بتونه ما را به طرف خدا و رسول بخونه، ما اطاعتش میکنیم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وقت خلافت قبول کرد، در مدینه منوره بالای منبر برآمدن، اولین روز کاریشان به سوی مردم نگاه کردن، گفتن ای مردم، من خداوند نصیب کرد که امروز دویم جاینشین رسول صلی الله علیه وسلم شدم و خلافت خدا بر من نصیب کرد، رهبریت خلافت. اگر من در دین خدا، اگر در اسلام کامل، در دین کامل شده پروردگار یگان چی را کم کردم یا زیاد کردم، شما با من چی معامله میکنه؟ یعنی اگر بچه ها که خرابک ای پیش اتگی فکش خیست از همیان خود شمشیر عمر کشید، گفت یا امیر المؤمنین با علمی شمشیر متر راست میکنم. احسنتم بارک الله گفت. بنابراین لحاظ من و شما با بنده خدا هستیم، همه حالت اطاعت از الله باید داشته باشیم، همه حالت اطاعت رب و پروردگار بکنیم، مبادا که مرگ بیاید به نزد من و شما دست خالی نریم. به همین خاطر میرزا عبدالقادر بدی میگه مردشوی حسن کجا است که زنده بر گورش کند، همین روح بگیرد تاب بتید، تازه بکند، اصلاحش بکند در دنیا، به صلاح ابدیش بیارد، دوباره در همین جسد برد تا روزی که مرگ ایره بگیره به تای خاک ببرد. بنابراین جسدی که اگر بدون اطاعت خدا و رسول نزد درون خاک می رود، وای بر حالش است برادران عزیز. بنابراین رسول صلی الله علیه وسلم گفتن که 4 خصلت است که باید در انسان باید باشد. 4 خصلت، از این 4 خصلت باید انسان مسلمان استفاده کرد. چون من و شما بنده الله هستیم، الله سبب آفرینش هم در قرآن بیان کرد. چرا خداوند من و شما را انسان آفرید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما نیافریدیم انسان و جن را مگر برای عبادت و بندگی. خداوند تکلیف بندگی را فقط برای انسان و جن عطا کرد، اما باقی مانده مخلوقات کره زمین ذکر خدا میکنند، اما عبادت و بندگی را، تکلیف بندگی را فقط بالای 2 صنف مخلوق گذاشته که انسان دیگر جن. من و شما تکلیف بندگی داریم، باید عبادت خدا را بکنیم، از خدا بترسیم، خدا را شاکر و صابر و عابد باشیم. این 4 خصلت همچون بنده چی است برادرای عزیز؟ یکم بنده، دعوای بندگی داریم، باید عابد باشیم، یعنی عبادتگر، خدا را عبادت بکنیم. خدایی که لا اله الا الله میشناسیم شه، خدایی که قل هو الله احد میشناسیم شه، خدایی که الله الصمد میشناسیم شه، خدایی که بی نیاز است، بی مثل است، بی مانند است، او بزرگ است، مقتدر است، جبار است، قهار است، ستار است، حکیم است، حاکم است، رحمان و رحیم است. با همین صفاتای بزرگ خدا را میشناسیم، این خدا را باید عبادت کنیم.